آقا بریم که رئال مادرید عصبانی اومدن و انتقام اون چهارتای سانتیاگو رو از ما میگیرن. آی یه گل زد به خدا، اینا چقدر عصبانی برگشتن، چقدر قویان این رئال. یه گل زد به ما به خدا، داریم میلرزیم. لامین یامال جانم یامال چه میکنه این جوان 17 ساله؟ خاطرات مسی رو داغ گذشته رو تازه کرد برای رئالی ها. اولین تیر در قلب و پیکر رئال مادرید در فینال سوپرکاپ اسپانیا. بزنین لوا، رافینیا کفن پاره کنین، به خدا اینا از چشم نمیرن، اینا نمیپذیرن، اینا باور کنین عادی شده براشون 4 تا، فقط 5 تا. به شما چی گفتم؟ داغ و حسرت این فینال سوپرکاپ رو توی دلتان میذاریم. شما خندیدید و گفتی کلیپ پاک نکن به آتش میکشیمتون. گفتم چشم. گفتم سال گذشته 2024 بود 4 تا زده بودیم، امسال 2025 آپدیت میکنیم 5 تا. شما خندیدین کلیپ پاک نکن باد کار داریم. گفتم چشم. مالکیت توپ دست ما بود، شانس آوردین شزنی اخراج شد، وگرنه 9 تا توی دلتان بود به خدا قسم. پیکر رئال مادرید رو به آتش کشیدین، میدونین چی میگم؟ کاری هم نتونستین بکنین. جان الان دستاتون میلرزه باور کنین. چرا کامنت نمیتونین بدین؟ رئال یا مرگ موش اسپورتیای رئالی از این به بعد مجانی به شما هدیه میده به خدا.